حاج آقا آماده باشید با شماره بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. من آخر جا پیر میشم. و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. خیلی خوب حاج آقا و میخوایم علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت هنوز تموم نشده بود. علی اعدائهم اجمعین. خیلی خوب بریم سراغ اصل مطلب. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن. نمیفهمم آخه اینجاش انقدر طولانی نبودا. حاج آقا داره فری استایل میره. صلواتک علیه و علی آبائه. حاج آقا زمان نداریم فی ها. هذه الساعه و فی کل ساعه. حاج آقا صدای من داره؟ آره چنلاشون واسطه. ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک تا مولانا علی بن موسی رضا علیهم الصلاة و السلام. خانم محمودی عجب طالبیای خریدی ها. نوش جونتون باشه. سبیلا ابل بشیعتی السلام و قل لهم ان لا یجعلوا برادر دیدمت سکسک. برادر قبول نیست، من سفید پوشیدم، خانم محمودی سیاه پوشیده مثل بتمن قایم میشه. خب حالا چرا لو میری؟ منو دیگه لو میدی. بابا وضعیت کار کاسبی خوابیده تو این کرونا، دست مردم که پول نیست. نگران نباشیم، بدیا بشه که درست کردیم، واکسنش هم درست میکنیم. لای شوش بشیعتی السلام. تو این وضع گرونی اصلا زعفرون نریسی یا همون زردچوبه همون طعمو میده. و قل لهم ان لا یجعلوا للشیطان و مرهم بصدق الحدیث و اداء الامانه. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز. اللهم صل از علی جوار بچه کشی حاج آقا ملکوتی بفرمایید خانم محمودی تبریک میگم. شنیدم شروع شد. بفرمایید دهنتون شیرین کنید چشتون روشن. بفرمایید. خیلی خوب حاج آقا برو واسه توضیحات کرونا که وقت نداریم. چون فرصت زیاد نیست دو سه نکته مهم رو خدمت شما عرض بکنم. در این ایام ویروس انسان مراعات مسائل بله بگیم با استفاده از ماسک و با فاصله. با فاصله با مراعاته. ولی اگر نداشت. راه پرفیض کربلا بسته شده اینجا میتونیم به جبران زیارت آقا ابا عبدالله انشالله به این حرم و صحن نورانی مشرف بشیم. نه حاج آقا پس کرونا چی میشه؟ الان وضعیت مشهد خودش قرمزه. بعد این برنامه هم میشه زرشکی. انشالله قدر بدانیم که زیارتیشون معادل زیارت آقا ابا عبدالله علیه السلام و بله میدونیم هست ولی کرونا هم هست. فضاهای مجازی حتما تبلیغ بکنیم. بودو آذری جهرومی بگیر بگو اینستاگرام 24 ساعت فیلتر بکنه تا پیک آخر نزنه تو کمرمون. بارگاه ملکوتی مشغوله بر نمیدارم. یا خدا به درک که جواب نمیده. بذار این برنامه رو میره پایین. من نمیفهمم هیچ که جواب من این مگه بس نبود گفتی؟ جواد ببخش. توبه.